اینجا بی فامیلی و من ایم. بچه‌ها منم بیم. جدی میفرمایید؟ خیلی به چنل ما خوش اومدین. اگر که دوست دارین چنل ما رو احساس خوبی ازش میگیرین، دوست دارین همراه ما باشین، ما خیلی بیشتر دوست داریم که شما همراه ما باشین و ما رو سابسکرایب کنین. دمتون گرم. آره این فکر دادن دست منه. بچه‌ها اول از همه بگیم امشب چهارشنبه سوری 1403. آره. بزنید بکوبید خوش باشید. کوچه ما هم که هم آهنگ بزنه بکوبه، از اون برم ما هم چی داریم درست میکنیم فاطمه؟ ما امشب می‌خوایم پیتزا درست کنیم با هم دیگه، هم دو تای جشن کوچولوی خوشگذرانی بگیریم برای خودمون، هم هفسینمون رو قرار بچینیم. حالا نمیدونم شاید شما هم مدلتون اینجوری باشه، قطعا همینطوری هستین که چهارشنبه سوری هفسیناتون همتون آماده کنید و دیگه خونه تقریبا آماده ایک میشه. سعی کنیم از این چند سوار یه لذتی ببریم. هرچند قول خیام که میگه بخون چی بود یادی؟ بچه من خیام خیلی میخونم ولی باورتون میشه الان نرفت. آها چی بود فاطمه؟ یه چند وقتی یادت نمیاد چرا میگی؟ چی بود فاطمه؟ ای بس که ما نباشیم و جهان خواهد بود. ای بس که ما نباشیم و جهان خواهد بود. نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چون نباشیم همان خواهد بود. پس بیاین که جشن بگیریم جدا از همه خبرهای منفی و بدی که شنیدیم. اگر اوضاع بد میشه، چیزایی که به جامعه ربط داره واسه همه همینطوره، یعنی همه تحت تاثیر قرار میگیریم. یه چیزی هم ببخشید. آره بهتره که تنها انتقامش اینه که به نظر من شاد باشیم با چیزایی. بچه‌ها 8 میلیارد 9 میلیارد آدم روی زمینیم، درسته؟ البته یه مقدار شعاری هست ولی واقعیت اینه. درسته خودم رفته 8 9 میلیارد آدم روی زمینیم. به نظر من از من 5 میلیارد 4 میلیارد بهتر و خوشبخت‌تر از 4 5 میلیارد گرفتارتر با مشکلات‌تر هست. یعنی هر کاری کنی نمیری اون بالا بالاهاش، نمیری اون پایین پاییناش، همه بالا پایین داره. یعنی همیشه فقط بعد خودمون تو اون لحظه زندگی کنیم و تو اون لحظه شاد خوش باشیم. آره. خب یه توضیح بده خاطر برای پیتزا. ما پیتزا که همتون احتمالاً بلد پیتزا تو خونه درست کنین. ما همیشه پیتزاهامونو خمیراشو خودمون درست می‌کنیم. یعنی درست کردن خمیر پیتزا خیلی آسون و راحته، خیلی هم خوشمزه میشه. ولی خب دیگه آخر ساله خیلی از صبح تا حالا واقعا من که دیشب 4 ساعت خوابیدم فکر کنم. آره ساعت 5:30 خوابیده. من 4 ساعت خوابیدم. این از معضلات یه کار کوچولوی بیزینس کوچولو داشتن و کارآفرینی کوچولوئه. من صبح پا شدم برم سر کار تقریبا. آره حالا اگه دوست داشته باشین میتونیم راجع به اون بود از کارامون هم واسهتون بذاریم. فکر می‌کنم تجربه‌های خوبی داشته باشیم که به دردتون بخوره. حالا اصلا از کجا اومدم اینجا ولی امشب قراره پیتزا درست کنیم. به خاطر مشغله کاری و وقتی که نبودش خمیر آماده گرفتیم، موادش رو درست می‌کنیم بذاریم روش و اینم خوشمزه میشه. بعد نمیشه نتیجه رو بهتون نشون میدم. حتما نتیجه نشون بدین. بعد بچه‌ها یه مسئله این که خب تو همینجوری استوب بزنی تو رفتی گفتی نتیجه رو نشون بدی. خب یادم رفت. الان استوب نه از اینجا شروع می‌کنیم. وقتی من دارم حرف می‌زنم اینقدر تو حرف من می‌پری میشه حرف بزنم. راستی بچه‌ها یه خبر خیلی خوب دارم فاطمه جان. آهنگ ولی از دور توهی توی کانالش گذاشته. ولی از دور 2 البته محتواش 95% یکسانه فاطمه که حتما ما ریاکتش میدیم چون دیگه عشق ماه. بعد اینکه فقط یه ایرادی که تو اون آهنگ داشت این آهنگ رفت شده به نظر من، به خاطر اینکه توی اون آهنگ خیلی صدای تتلو تیون شده بود، یعنی دیجیتالی شده بود. واقعا الان صدای واقعی خودشه که به دل میشینه، همون توناژ همیشگی که داره. این واقعا برای من یه ایدی بود که توی اینجا صورتی رو داد می‌کشون. بذار بدم عقب‌تر. آها فاطمه پیدا شد. سلام. گل رفت کنار، گل پیدا شد. مرسی. قربونت برم. بچه‌ها نگید اینم رکابی پوشیده رفته باشگاه. من یه 2-3 ماه فعلا باشگاه نمیرم ولی قراره از امسال دوباره شروعش کنم. یه سال پیوسته رفتم ولی گذاشتمش فعلا ترک کردم دیگه. گفتن آقا باشگاه ضرر داره برای ما هم ترکش کردیم. ولی ان شاءالله با قدرت سالی که داره میاد شروع می‌کنیم. آره ما ولی کلا من از روتین 1403 خیلی راضی بودم چون من خودم یه کاهش وزن خیلی زیاد داشتم. اصلا هنوز کاهش وزن ادامه داره. یعنی من هنوز به وزن دلخواهم، یعنی وزنی که باید باشم نرسیدم. هنوز باید ادامهش بدم. ولی کلا به 403 خیلی زندگی چیزی داشتیم، سالمی داشتیم. یعنی روتین و لایف
استایل خیلی سالم. حتما اون فاطمه گذاشته ببینیدش. و بچه فاطمه واقعا تو ورزش اراده عجیب غریبی داره. اصلا من ندیدم یهو میاد مثلا میگه 200 تا شکم زدم. آقا مگه میشه؟ اصلا ما 3 تا 8 تا میزنیم و دوستان میگم ول کن دیگه، شیشمی بسته دیگه نمیتونیم بزنیم. ولی فاطمه ماشاءالله ورزش خیلی جذابه، ولی خب واقعا یکم تو زندگی الان تایمش خیلی سخت شده. یعنی این گونجوندنش رو بتونی آدم خودش رو هماهنگ کنه، واقعا اینش خیلی سخته. ولی خب هیچ چیزی آدم خوشحال نمیکنه مثل ورزش. قبول واقعا تاثیر مثبت داره بچه‌ها. خیلی خوبه. واقعا تاثیر مثبت داره. واقعا تاثیر مثبت داره و حتما ورزش شروع کنین. به نظر من ارزون ترین تفریح تو ایران ورزشه. الان یه باشگاه نرمال، الان میانگین بالا شهر پایین شهر کار ندارم، ولی 1 تومن یه باشگاه نرمال تو این 403 یا 404 1 تومن شهریه‌شه. شما هفته‌ای 3 جلسه هم برید فاطمه میشه ماهی 12 جلسه، درسته؟ یعنی میشه جلسه 80 تومن تقریبا. جلسه 80,000 تومن تو 1 ساعت بری انرژی خودت خالی کنی. بعد جدا از اون خیلی ورزش‌های آنلاین اومده. یعنی مثلا پکیج‌های آنلاین خیلی مربی خیلی خوب و حرفه‌ای که اونا هم دوره هزینه‌اش خیلی خوبه. یعنی حتی تو خونه هم میشه ورزش. ولی بچه‌ها من ورزش تو خونه رو خودم زیاد دوست ندارم، چون اون فضای باشگاه رو نمیده بالا. میری اونجا دوستاتو میبینی، درسته؟ این ورزش توی باشگاه به نظرم واسه کسایی که انگیزه باشگاه رفتن ندارن یا اینکه مثلا حداقل تازه میخوان باشگاه شروع کنن، خیلی خوبه که مثلا ورزش رو میخوان تازه شروع کنن برن حتما باشگاه، چون که دوستی پیدا میکنن، مربی پیدا میکنن که به واسطه اون کمکشون میکنه که این انگیزه رو پیدا کنن که ادامهش بدن. ولی وقتی روتین آدم بشه، درستش اینه که جوری باشه که آدم حتی تنها هم که هست یا هر جایی که هست بتونه ورزشش رو ادامه بده. ولی خب این زمان میبره دیگه. این تجربه کسیه که خیلی سختش بوده ورزش کنه. بچه‌ها من جلسه اول که رفتم برم باشگاه گفتم که من جلسه ای میام تا ببینم چی میشه. بعد رفتم اونجا فاطمه یادته؟ آره قشنگ یادمه. بنده خدا من گفتش که آقا کارت ملی تو بده، اگه کارت ملی ندی ما راه نمیدیم تو باشگاه. گفتم آقا من کارت ملی برای چی؟ یعنی اومدم خونه گفتم من نمیرم ولش کن. بعد فاطمه گفت نه برو، کارت ملی رو براش رفتم. یعنی اونجا استارت زدم، خرداد پارسال منظم رفتم تا تقریبا مهر آبان الان. ولی خب متأسفانه به خاطر یه مقدار کاری که راه انداختیم خب خیلی واقعا نمیرسیدم دیگه. ولی دوباره میخوام شروعش کنم. آره حتی یک ماه یا 1 ماه میگم مشغله کاری آخر سال اونم رفتیم، نه اینکه بگم اصلا نرفتیم، مرتب نرفتیم. ولی حالا ما خداییش ورزشم توی پروسه خیلی سختی از زندگیمون شروع کردیم. یعنی تایمی بود که از همه لحاظ توی مثلا یه فشارهایی بود، لحاظ روحی، کاری، نمیدونم، خیلی توی پروسه خیلی سختی ورزش رو شروع کردیم و اتفاقا من فکر میکنم که اون ورزش نقطه عطفمون شد. یعنی مثلا انگار که لحاظ روحی بلندمون کرد، یه استارت خیلی خوب برامون بود. به خاطر همون ازش خاطره خوبی دارم. یعنی واقعا خیلی خوبه ورزش، واقعا روحیه رو عوض میکنه. شما حتما اشاره که حتما ورزش هستین، دم همه ورزشکارا گرم، ولی اگر هم احیانا نیستین حتما تو روتینتون اضافهش کنید. خیلی خوبه، خیلی خوبه، این تاکید خیلی زیاد. خیلی خوبه. و بچه‌ها ما دیگه خیلی نصیحت کردیم، فکر کنم مثل این چیزا ما بزرگوار آقا 30 سالمون رد شده دیگه، واقعا نصیحت کردن خیلی چیز شده. و بچه‌ها واقعا برای شما 30 سالگی اون حسی یا 40 سالگی نمیدونم تو هر دهه‌ای که هستی، مثلا دهه 20 بچه‌ای که دهه 20 ان، بچه‌ها حتما 20 تا کارو تست کنید. یعنی مثلا برید این کارو تست کنید، اون کارو تست کنید، اون کارو تست کنید. به خدا خیلی وقت مناسبیه براتون که بتونید تجربه‌های جدید رو تو زندگیتون و کار مورد علاقتون رو پیدا کنید. خواهشاً نرید یه چیزی یاد بگیرید که تو آینده همه رفتن یاد گرفتن. مثلا الان همه میگن آقا بریم زبان بخونیم، زبان بخونیم. مطمئن باشید بچه الان زبان بخونه برسه به 20 سالگی اصلا دیگه هوش مصنوعی اومده، اصلا همونجا میگی ترجمه میکنی. هیچ کس دنبال زبانه نیست به نظر من. یه چیزی یاد بگیرید که مناسب 15 سال دیگه، 10 سال دیگه باشه. یه ذره آینده اندیشی داشته باشید. این خیلی تاثیر داره. بعد اینا گفتیم نه اینم 2 تا تخمه
تخمای مرغ میخوایم رنگش بکنیم درسته؟ آره ما میخوایم این سال تخم مرغ آره خودمون رنگ کنیم. اولا که گفتیم که یه سال با هم دیگه سنگی رو میگذرونیم که خوش میگذره. شما اگه همین الان میتونید کارو البته بکنم شما ویدیو رو همش احساس کنم اینستاگرام لایو عشق منه ولی میشه از این چیزای کوچولو تفرات کوچولو واسه خودت مثلا دستت لذت داره. دنیا که با خاورمیانه و با ما کلا ناسازگاره. دلار 101 تومن. دمتون گرم. همون 100 نگه دارید که روم باشه دیگه. مثلا بگیم آقا 40 دلار میشه 4 میلیون دیگه، حداقل تو حساب کتاب باعث آرامش فکرمون میشه دیگه. آره دقیقاً. سکه هم 90 خورده ای. یا خدا 90 خورده ای سکه واقعا وحشتناکه. تو ببخشید قطع شدش. طبق معمول ما باتری دوربینمون تموم شد. نه آره دیگه تمام شد دوباره زدمش. بچه‌ها میگفتم که خیلی هم گرونی شده واقعا، نه فقط دلار و طلا و اینا. مثلا ما میرفتیم یه دونه خرید برای 1 ماه میکردیم بجز پروتئین آره بجز گوشت و مرغ، بعد بجز خرید سوپرمارکت ها، یعنی مثلا یهو میگه اینو بخر اونو بخر اونو بخر، یه چیز روتین که 1 ماه میگرفتیم همیشه تقریبا 5 تومن تا 6 تومن هزینه میشد. مثلا برای چیا فاطمه؟ شوینده، حبوبات، ماکارونی، سس، روغن و همین چیزایی که همتون تو خونه‌تون الان 5 تومن میشه. درسته فاطمه؟ آره. الان رفتیم شده 9800. بچه‌ها 9800 یعنی چی؟ یعنی 100% افزایش قیمت. آره. یعنی تورم واقعا توی 3 ماه من دیدم که الان 100% تمام محصولات وقتی گفت 9800 مثلا آره 9 میلیون 800 یه اینجوری سبد بودم که با سبد ماه آره یه سبد پر بود ولی شد 9800 مرغ نبود، گوش نبود، تخم مرغ خیلی چیزا هم نگرفتیم نبود. آره. بعد بچه‌ها دیگه بهتون بگم که حبوبات نگرفتیم. آره حبوبات عقب فقط سویا من گرفتم. آره بچه‌ها سویا من خیلی دوست دارم. ماکارونی فقط با سویا. ما یه دونم واسهتون کلا چیز گرفتیم، ویدیو گرفتیم که کلا هزینه‌های زندگی 2 نفر تو 1 ماه ببینیم چقدر میشه توی ایران. به نظر خودم خیلی ویدیو جذابیه. اگر که شما هم به همچین ویدیوهای علاقه دارید منتظرش باشید که میذاریم. حالا یا قبل از این گذاشت میذاریمش میبینیدش یا بعد از اینه، ولی خب منتظر این ویدیو باشید. خب بچه‌ها ما میریم پیتزا اینا رو درست بکنیم و به اینجا رسیده. من وسیله‌هاشو خورد کردم. قارچ و فلفل دلمه، اینم که آماده‌شه. اون آماده‌ش گوشت کرده و پیازا رو با هم دیگه مخلوط کردم. حالا الان اینا رو می‌ریزم توی همون که درست بشه. یکم بهش رب و فلفل و نمک و زردچوبه و زردچوبه نمی‌زنم، آبش هم می‌زنم. بعد اونا که پختش روی سستون و روی نونتون و سس نه روی سستون رو نون بزنید. آره روی نونا رو قشنگ سس قرمز می‌زنید. اون سس هم خودتون می‌تونید درست کنید یا سس آماده می‌زنید چون خیلی عجله داریم گوشتمونه. بعدم موادو می‌ریزیم و پنیرپیتزا و فلفل آخرش هم براتون حتما می‌ذارم. آره. بچه‌ها 3 بارم بگید تیر توی تیردون یادم رفت برش کنید. من حافظه‌ام یه ذره درد ماهی ولی بچه‌ها من مسیر رو جوری پیدا میکنم وسط بیابون منو بذاری جا رو پیدا میکنم. شهرها رو یادم میمونه، هر جایی از هر مسیری، ولی چیزای کوتاه بهش میگن چی؟ پیش مموری، حافظه ماهی. یعنی حافظه ماهی واقعا ضعیفه. خب فاطمه جان حالا بریم که ما پیتزامون آماده کنیم کاملشو. آره. بعد براتون آماده شو می‌ذاریم. امیدوارم که هوس نکنید. اگر هوس کردید پاشید دست کارشین خودتون یه پیتزا درست کنید یا یه سرچ کنید پیتزا و زنگ بزنید و بیاره براتون. راحت ترین کار. اگر گرفتین و خوردین نوش جونه همتون. خب فعلا بای بای. خب بچه‌ها اینم آماده شد پیتزامون. فاطمه جان این از پیتزای ما. دست در نکنه. یه پیتزای رژیمی و مشتی. آره. چهارشنبه سوری همتون مبارک.